امروز قرار راجع به این صحبت کنم که چجوری 12 کیلو وزن کم کردم. راجع به لاغر کردن اصولی میخوایم صحبت کنیم امروز که چجوری لاغر بشم، وزنم رو کاهش بدم بدون اینکه موهام بریزه، انرژی نداشته باشم، گشنگی بکشم و هزار تا مشکل دیگه برام به وجود نیاد. من پارسال بعد اینکه کنکورم رو دادم وزنم به 89 کیلو رسیده بود. حدود یه هفته بعدش من با شو شروع کردم و رژیمم رو در واقع شروع کردم و بعد 3-4 ماه من به وزن 70 تونستم برسم، یعنی 9 کیلو. و بعد مثلا 2-3 ماه که دیگه حالا رژیمم رو از اون حالت سفت و سخت من در بردم و حالت بی احتیاطی هم جزوش شد، الان 77 کیلو هم. برای همین راجع به این میخوام صحبت کنم که چجوری وزنم رو تونستم کاهش بدم. اینا صرفا تجربه شخصی منه، من نه دکترم، نه متخصصم، نه مربیم و فقط اینا که دارم بهتون میگم تجربه های منه، درست و غلطش رو نمیدونم. اصل مهمه این که شما وزنتون رو کاهش بدین تنها یه مورده و اون اینه که شما کالری که دارین هر روزه مصرف میکنین، غذایی که میخورین کمتر از اون کالری باشه که دارین از دستش میدین، حالا به طریق ورزشه، به طریق متابولیسم خود بدنتونه و در واقع یه کالری پایه هم بدن شما داره. یعنی شما اگه هیچ فعالیتی هم نکنی، اگه کالری کمی مصرف کنی لاغر میشی، یه چیز نرماله. ولی ورزش کردن و رژیم غذایی سالم و به اندازه به شما این کمک رو میکنه که شما اون چیزی که از دست میدین چربی بدنتون باشه و اون عضله ها بمونه و یه بدن رو فرم خیلی متناسب بسازین. برای همین شما نیاز دارین که یه رژیم غذایی سالم رو روتین زندگیتون کنین اگه میخواین که بعد اینکه لاغر شدین اون وزن دوباره برنگرده و سبک زندگیتون رو تغییر بدین. و یعنی چی این موضوع؟ یعنی غذای سالم خوردن. غذای سالم خوردن به این معنیه که شما از چربی‌های مفید استفاده کنید، پروتئین به اندازه وارد بدنتون بکنید و مواظب مقدار کربوهیدراتی که دارین وارد بدنتون میکنین باشین، مقدار بیشتری سبزیجات استفاده کنید که اینا باعث میشن که نه شما در طول روز اذیت بشین، احساس گرسنگی بدی داشته باشین، مخصوصا کسایی که حالا معده‌شون مثل من مشکل داره و نمیتونن مدت طولانی گشنه بمونن. این خیلی مهمه که شما اگه یه بشقاب دارین برای ناهارتون آماده میکنین پروتئینش بیشتر باشه، کربوهیدرات کمتر، سبزیجات بیشتر. پروتئین در واقع هضمش خیلی دیرتره، کمتر احساس گرسنگی میکنین وقتی پروتئین بیشتری مصرف کنین. نکته بعدی اینه که آب به اندازه استفاده کنین. روزانه 8 لیوان نرمالشه. گاهی وقتا ممکنه مثلا ما گرسنگی رو با تشنگی اشتباه بگیریم یا اینکه بعضی وقتا ممکنه حوصله سر رفتن تو با گشنگی اشتباه بگیری. اینا خیلی مهمه. پس قبل اینکه بخوای بری سراغ یخچال خودت بپرسی واقعا گشنمه یا حوصله‌ام سر رفته یا تشنمه. مقدار آب مورد نیاز بدنتون رو تامین بکنی، هم بدنت هیدراته میمونه، همین که سوخت و ساز بدنت بالا میره. نکته بعدی که خیلی مهمه و هر جا بحث کاهش وزن میاد، چه بسا تازه بحث افزایش وزن هم که بیاد، شما اصلا بحث بدن سالم که وسط باشه، شکر و قند مصنوعی باید حذف بشه. حالا قند و شکر، خب قند که از چغندرقند به وجود میاد، طبیعیه. چرا پس مثلا قند میوه رو ما میگیم طبیعی ولی به یه حب قند میگیم مصنوعی، در صورتی که ممکنه یه واحد میوه از یه حب قند بیشتر قند داشته باشه؟ به خاطر اینکه اون میوه فیبر همراهش داره. یعنی وقتی شما مثلا یه پرتقال میخورین، به همراه اون قندی که دارین استفاده میکنین فیبر هم دارین وارد بدنتون میکنین. اون فیبر کمک میکنه که اون قند سریعا وارد جریان خونتون نشه و سریعا هم افت این قند رو نداشته باشین. این نکته‌ای که خیلی مهمه و باید بهش توجه کنین، حالا از لحاظ بار روانی که داره، میگه به هیچ کس نگین رژیمی. هم این که دیگران بهتون گیر میدن، همین که هر جا میرین میگین من 1 کیلو کم کردم، خیلی خوشحالم. خب وقتی بقیه تحسینتون میکنن، سیگنالی که دارین میگیرید در واقع میگه اوکی
من اونی که میخواستم و بهش رسیدم. پس یه نکتهش اینه که هر جا میرین اگه مثلا شیرینی بهتون تعارف میکنن و شما میگی رژیمی، با حرفای مواجه میشی مثل این که حالا یه امشبه ولش کن، حالا یه دونه که چیزی نمیشه، حالا اینجا رو بخور فردا، گیرت نمیاد همیشه و امثال اینها. ولی وقتی بگین که نه میل ندارم، نه دلم درد میکنه، نه خوشم نمیاد شیرین، این خیلی به شما بیشتر کمک میکنه و اون طرف دیگه اصرار نمیکنه. ولی وقتی میگیم رژیمی، مطمئنین که طرف با اصراراش روبرو میشین. تو اگه میخوای وزنتو کاهش بدی، هدفت این باشه که سالمتر باشی، چون به محض اینکه تو وزنت برسه به وزن ایدئالت، رژیم و ورزشتو ول میکنی دیگه. اون چیزی که میخواستم رو گرفتم دیگه، چرا برم باشگاه، چرا ورزش کنم؟ و خب خیلی بده. در واقع باید هدف تو این باشه که سالمتر باشی و هیچ وقت به خودت اینو بگو، هیچ وقت قرار نیست که ورزش تموم بشه، هیچ وقت قرار نیست که رژیم غذایی تموم بشه. پس باید روتین زندگیت باشه. شاید سوال اینجا پیش بیاد که ورزش، من دلم نمیخواد ورزش کنم. آیا میشه که با کالری کمتر استفاده کردن با رژیم غذایی وزنتو پایین بیاری؟ 100%. چیزی که مهمترینه برای کاهش وزن رژیم غذایی تو. اگه تو ورزش دنیا رو انجام بدی ولی غذا زیاد استفاده کنی، غذا زیاد بخوری، 100% وزنتو بالا هم خواهد رفت. اینو باید بگم. رژیم غذایی اصل خیلی 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 مهمتری از ورزش. اما چرا میگیم ورزش مهمه؟ چون که ورزش باعث میشه که اون چیزی که تو دست میدی عضله نباشه، باعث میشه که تو یه بدن رو فرم بسازی به جای اینکه بخوای صرفا لاغر بشی. این موضوعیه که باید بهش فکر کنی حتما. و حتما هم نمیخواد ورزش رو که بقیه انجام میدن و انجام بدی، مثلا بدن سازی و اینا. میتونی یه ورزش دیگه انتخاب بکنی در کنارش، مثلا هفته یه بار ورزش استقامتی رو حتما باید داشته باشی. اولا شروع کن به کالری شماری. میتونی یه سری برنامه‌ها هستن توی این حوزه که میتونی ازشون استفاده کنی. اگه بلد نیستی که حالا چجوری شروع کنی به کالری شماری، کالری روزانه‌تو میتونی با یه سری برنامه‌ها حساب کنی، مثل کرفس، کلمپیچ، یه اسمای عجیب غریبی هم دارن همشون، بشقاب. اینا یه سری برنامه‌ها که حالا من استفاده کرده بودم، خوبم بودن و بهترینش فکر میکنم همین کرفس باشه. در واقع این که خودت غذا درست کنی هم خیلی مهمه. وقتی که شما بیرون مدام غذا بخورین، نمیدونین که توی اون غذا چه مواد غذایی استفاده شده، چقدر روغن، مثلا توی چقدر روغن و ماده سرخ شده. از اینکه خودتو با بقیه مقایسه کنی دست فرد. خودتو با خودت مقایسه کن. هدفت این باشه که از دیروز خودت بهتر باشی. مطمئن باش که این طرز فکر همیشه برنده است توی هر جایی، نه فقط کاهش وزن. نکته بعدی اینه که خواب کافی داشته باشی. آدمایی رو میبینم که به کم خوابیدنشون افتخار میکنن. آدمایی رو میبینم که به زیاد خوابیدنشون افتخار میکنن. نه، به اندازه خوابیدن از همه چیز بهتره. سعی نکن که کم بخوابی، افتخار نداره و برای داشتن یه ذهن سالم، یه بدن سالم، خواب کافی مورد نیازه. خیلی وقتا هم ما آدما شروع می‌کنیم به قضاوت بقیه که مثلا چرا فلانی چاقه، ولی در نظر نمیگیریم که اون طرف با چه مشکلاتی مواجهه. خب ممکنه با یه مشکل روانی مواجه باشه، مثل افسردگی. ممکنه مثلا قرص خاصی استفاده کنه برای مشکلات روانی که اینا باعث افزایش وزن میشن. ممکنه که طرف تیرویدش مشکل داره، یکی مثلا هورموناش مشکل داره. دست از قضاوت کردن بقیه برداریم. و اگه اینجا هم یه نکته بگم، بعضی وقتا اگه میبینی که هر کاری میکنی وزنت کم نمیشه، برو سراغ این که اول یه سری آزمایش بدی. یعنی ممکنه که تو تیروید مشکل داشته باشه، ممکنه هورمونات مشکل داشته باشه، مثلا تنبلی تخمدان میتونه چقدر روی وزن تو، روی غذا خوردن تو تاثیرگذار باشه. و سعی کن به مشکلاتی که بدنت داره اول اهمیت بدی، آزمایش بدی، چکاپ بکنی بدن تو. بعضی وقتا ممکنه این مشکلات باعث شن که تو نتونی وزنتو کاهش بدی، مثلا کمکاری تیروید. هر چی تو تلاش کنی هیچ فایده‌ای نداشته باشه، باید اول اون مشکل رو درمان کنی. یه سری اختلالات روانی هستن که
به تو توی مسیر کاهش وزن ضربه میزنن. مثلا کمالگرایی یه چیزیه که منو خیلی اذیت کرده. مطمئنا هر کسی هم که دارتش اذیتش میکنه. این شکلیه که شما صبح پا میشی، صبحونه شیر و مثلا شیر کاکائو و کیک میخوری و این شکلی که کل روز من خراب شد، من دیگه نمیتونم رژیم، کل هفته خراب شد، امروز شنبه است. کل ماه خراب، اصلا امسال دیگه رژیم نه، به کمالگراییت اجازه نده که توی رژیم دخالت کنه، مدیریتش کن، به تو بستگی داره. اگه که یه چیز رو توی روز خراب کردی به معنی این نیست که کل روز تو خراب شده، به این معنی نیست. بقیه روز تو بهتر بساز. اگه امروز یه تیکه شیرینی خوردی، کل روز تو خراب نشده، تو کلی دیگه زمان داری، اشکال نداره، خودتو سرزنش نکن، رژیمت پایبند باش. یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که از رژیم‌های خیلی سخت پرهیز کنی. یعنی چی؟ یعنی خیلی به خودت و روانت فشار وارد نکن. صبور باش. این خیلی مهمه که توی این مسیر صبور باشی. قرار نیست یه شب خیلی مثلا تو امشب بخوابی فردا 10 کیلو کم شد. نه، این یه مسیر طولانیه. طرف شاید 6-7 سال طول بکشه تا بدنشو بسازه اونجوری که میخواد. تو یه راه طولانی رو نمیتونی یه شبه بری. چی میگن؟ ضرب مثلش چیه؟ راه 100 ساله رو نمیشه یه شبه رفت. اینو بدون. صبور باش در این مسیر و به خودت سخت نگیر. اگه چیزی رو دلت میخواد بخور به مقدار کم. و یه چیزی که من توی خیلی ها دیدم و خودم اون روند رو ندارم، چیت میله. یعنی شما یه تایمی از هفته رو بذارین، مثلا جمعه، پنجشنبه، چهارشنبه، مهم نیست حالا روزش، اینکه بگین من اون روز اجازه دارم که هر چی دلم میخواد بخورم، غذای ناسالم، هر چیزی، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. چیت میل فقط به روح و روانت آسیب میزنه، به بدن آسیب میزنه و قرار نیست که کارساز باشه برای تو. به جاش میتونی سعی کنی که هر چیزی که دلت میخواد، اگه یه غذای ناسالم دلت میخواد بخورش توی همون تایمی که دلت خواسته، ولی کمتر و رعایت کن. ولی اصلا همین که ذهنتو درگیره میکنی که یه چیت میلی وجود داره، تو رو از زندگی سالم دور میکنه. تو تفریحت رو داری در اون غذا میبینی، تو خوشحالی تو داری توی اون غذا میبینی و هدفت شده اون غذای ناسالمه، در صورتی که واقعا این شکلی نباید باشه. و اینکه غذا خوردن ما واقعا باید آگاهانه باشه. یه سری‌ها رو مثلا دیدم یه سری رفتارهای غلطی موقعی غذا خوردن دارن. مثلا طرف تلویزیون نگاه میکنه، گوشی دست میگیره موقع غذا خوردن و اصلا متوجه نیست که چقدر داره غذا میخوره. و آگاه باشین از اینکه چقدر من چند قاشق امروز برنج خوردم، چند قاشق فلان چیزو خوردم و ذهنتون رو نباید زیادی درگیرش بکنین. یعنی یه ترازو شاید بشه فرضش کرد، نه اونقدر ذهنتو درگیرش کن که بهت آسیب بزنه، نه اونقدر بی اهمیت باش نسبت بهش. یه موضوع دیگه که هست ثبت پیشرفتاته. یعنی اینکه تو اگه میخوای شروع کنی از خودت عکس بگیر، فیلم بگیر، وزنت رو بگیر، ثبت کن، اندازه ها رو بگیر، دور شکم، دور بازو فلان، و اینا رو توی دفتر بنویس، عکساتو داشته باش و این خیلی تو رو خوشحال میکنه. هر دفعه که حالا هر ماهی که شما روی ترازو میری و نسبت به ماه پیش وقتی خودتو مقایسه میکنی، این حس پیشرفت کردنه به تو انگیزه میده. چیز دیگه هم که هست اینه که روابط اجتماعی سالم داشته باشی. اگه شما 4 تا دوستی داری که تفریح باشون الکل خوردن، غذای فست فودی خوردن، غذای ناسالم خوردن، عادتهای بده، خب مطمئنا شما دوستان خوب انتخاب کن، دوستانی که سبک زندگیشون شبیه. امیدوارم که توی این مسیر حتی اندکی تونسته باشم به تو کمک بکنم. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو با هم بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره. دوستتون دارم. بای.